kasalmandi man, bolam kasalmandi man, holi yomonmandi man, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrida onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunday yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalmandi man, bolam kasalmandi man, holi yomonmandi man, ado bo'laman. Jonu jahonim mening. Assalomu alaykum. زیتو دارم برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خنده ات بینم شود صد در تسکینم، برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. السلام علیکم بیننده، مخلصان، تماشابینان عزیزی شبکه شهنان. خرسند هستم همراهی آینه نیروگین باز همراهی شمایان دیده به دیده رسیده ایستادیم. امروز جامعه شهنان در دهه کوهستانی آهلیک برای تبریک کردن جشن زادروزی محکم خاله حاضر هستیم. از نام فرزنداشان که در مسافرت هستند، از نام جیانهای نازنین و از نام نبیره ها مادر عزیز را تبریک کرده این لحظه های زیبا را همراهی شمایان به هم میبینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان سر میکنیم. دردی کند جانت فقط ما در این دنیای پر غوغا. السلام علیکم مهمانان عزیز، به حضور نشستنتان ممکن است. امروز جامعه ما فقط برای تبریک کردن محکم خلا آمدیم. البته تکتا به حضور جابجا میشینیم و محکم خلا را به نزد ما تکلیف میکنیم. مرحمت مهمانان از پیش کرد به حضور گذاشته میشینیم. مرحمت. می سوزم به شمعی قلبی سوزانم، فقط مادر میگردی و تنها در این دنیای پر غوغا. حبیبی دل پریشانم، فقط مادر میسوزد. مسافر گردی و تنها در این دنیای پر غوغا. حبیبی دل پریشانم، فقط مادر میسوزد. مهمانان عزیز به حضور جابجا شده باشیم. برای محکم خلا یک قرصک زنیم پیشنهاد تکلیف میکنیم. محکم خلا مرحمت به پیشنهاد نزدیک کرد. السلام علیکم. شما نظمین. این سورپریز است، این غیر چشمداش است. ما جماعه ما وظیفه ما انم خیل اشک شادی آوردن است، در خاندان خرسندی آوردن است. زادروز مبارک محکم خلا 120 ساله شوید. مولود خجسته را
میلاد عمر را، روز تولد را برای شما مبارکباد میگوییم. خدا کند 120 ساله شده، حاجیانه شده، همیشه صحت سلامت باشه. محکم خاله، از نام کی آمدگی باشیم ما؟ از نام همه کیها، آنهایی که شما مهر دادید، آنهایی که شما نقص میبینند و دوست میدارند، آنهایی که شما حرمت میکنند و شما به چنین درجه ها لایق بودید برای آنها تشکیل کردند. از نام جیانهای عزیز، نبیره ها، کیلین ها و از مسافرت از نام دخترکی عزیزتان شما تبریک میگویم. جیان ها گفتند اما جان عزیز و نازنین ما، طول چندین سالها در سناتوری بچگانه شفا جان فداکارانه خدمت‌های شایسته و شایان کردند. برای نسل نورس، برای کودکان عزیز همیشه از حال و احوال از سلامتی آنها باخبر بودند. و غیر از آن سناتوری بچگانه شفا در گذر هم همچون خادم طبیات همیشه کسی که کارش غلطد البته به یگان مانعی در آن خاندان در خدمت بودند و تا حال تا حد امکانشان برای ما همچون فرزند هستیم. ما برایشان، برای ما مهر و محبت و البته یاری به همتای خود را و دعاهای نیک خودشان را میرسانند. امروز اما جانم برسانید که هیچ وقت دلگیر نشوند. دخترشان یک تنه، ما همه فرزندان انمی فرزند اما جانی عزیزم هستیم، دوست می‌داریم شونه، البته ناز می‌بینیم شونه. همیشه صحت سلامت در سر ما سایبان شده گردند، برای ما بخت و تخت و دولت است. خدا کند در همین سن و سال مبارک به زیارت کعبه الله نصیب کند، خاندان خداوند کریم برایشان نصیب کند، حاجیانه شده بیایند در این کاشانه زیبایشان حج آشیها شود. امروز باشد وقتم خاله شما را تبریک میگویم. میخواستیم برایتان رسانیم خاک پایش سرمه چشمی سر است، خاک پایش سرمه چشمی سر است، در رضایش جنت پیشی در است. بحری حرمت لایق ما کیست؟ کیست؟ مادر است و مادر است و مادر است. شیری پاکش لذت از کوثر است، از همه شیرینی ها شیرین تر است. بعد حق چون رازق ما کیست؟ کیست؟ مادر است و مادر است و مادر است. هر صدایش بر دل ما جوهر است، الله‌هایش یک کلامی دیگر است. خوش زبان و ناطق ما کیست؟ کیست؟ مادر است و مادر است و مادر است. یاقوت و مرجان و دور و گوهر است، از همه گنج جهان قیمت‌تر است. به بها بر تاجیک ما کیست؟ کیست؟ مادر است و مادر است و مادر است. یک تا برای ما جانم پرسک میزنیم. زاد روزتان مبارک باشد، همیشه صحت سلامت باشید. هر سال انا همه فرزندان عزیز که با مهر و محبت آنها کلام کردید، انا همون معاش میگفتید، انا همون یک تحفه میگفتید، در خاطر آنها هست، همیشه میماند. ما خوردکک بودیم تا آمدن صحبت کردیم، میگویند وقتم خاله ما خوردکک مدیک بودیم، اما جان ما فقط با دست پر میمدن. اکنون نوبت ماست. ما همیشه از حال احوالشان خبرگیرک هستیم، همیشه در سر ما دعاگوی شوند. برای ما بخت و تخت و دولت است. البته در خاندان ما سرور دعاگوی مصلحتچی اولاد ما هستند. هیچ وقت پاشان با خار نخلد و سرشان درد را نبیند. همیشه صحت سلامت باشند. و برای شما امروز یک کتاب قیمت بهاترین که از همه در روی دنیا، تمام روی دنیا تن گفتن نام این کتاب را، کتاب قرآن و قرآن کریم را هم چون تحفه آماده کردیم برایتان پیشکش میکنیم. زاد روز مبارک. تمام از روی دنیا زنها رو جمع بیاریم و پرسیم برایشان تحفه به بهاترین چیست؟ میگویند مهر و محبت، بعد از آن گلدسته. امروز برای شما، برای خوشبویی و زیبایی و دماغشان همیشه خوشبوی باشد، آغوشتان پر از گلهای زیبا باشد، گلدسته زیبا را تیار کردیم، پیشکش میکنیم. مبارک باشد.
زادروز مبارک. البته میخواستیم شیرینی امروزه را کاردو همه چیز تیار باشد. اگر تا آن دم میخواستیم تیار کردن تارت سخنهای تبریکاتی را شنویم. یادتان با کلینی خاندان یعنی خواهر عروس به خرسان شدشتین. السلام علیکم. نزدیکتر ایستیم کنی خاله جان. چخیر شما؟ شکر نرس. امروز محکم خونه را خرسند کردیم. از درآمد میگویند که شما را کی گفت؟ من گفتم سورپلیس. امروز به اندام خود آمدیم. میخواستیم تبریک گوییم. دل کسی را شاد کردن و زیارت کعبة الله برابر است. و امروز خرسند شدم، شاد شدم که دل مادر را برداشتیم. و البته همیشه صحت سلامت باشن. یک نیت‌های لحظه میرسونیم برایشان. مرحبا. بدون محکمه ما هم یک روز ساق سلامت باشه. بچه ها با صد بدون امسال گفتی با احمد عیب زیاد تبریک کنه. هم موقعتون با امسال ساق سلامت باشه. شما هم ساق سلامت باشه بچه همه خیلی تبریک های مرتب کرده روی. همه خیلی مادری ها دلکشن برداشته کرده. هم ساق سلامت باشه. یورتکامون تیز شوه. آسمانکا مصفا شوه. پریزیدنتمون به عدالت شوه. بچه ها که رهایی دور بکشته ساق رفته ساق سلامت بیان. یافته یکاشون روزکای نیک، روزکای مراز و تویکا باید کنن. ما هم یکا برده تویکاش نخوریم. هم با تو ساق سلامت باشه. سنجا شما به رحمت بچم کیلون که کوشه پیش شوی شما نمیخواد نیوره چیوره ایوره دور شوی شما هم دیگر رو خدمت کنن. رحمتی که خدمت رو اکنون روزهای پسی و بلندی زندگی با یک جای ایستاده. امروز باشد همین تارتبوری با یک جای میستیم یانشون و سه مادران خاندان یک جای شیرینی رو میبرن از آن تناول میکنن. مرحمت یک جای شیرینی رو پیشکش میکنیم. زادروز رو مبارکباد میگوییم. مرحمت. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. مرحمت. هر سه با میداره. مبارک باشد. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду. Потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули да Порше. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. اگر دردی کند جانم فقط مادر میسوزد باشم بی قلبی سوزانم فقط مادر میسوزد مسافر محکم خونه حاضر اینابادایتی من برای ما زنگ زده ایستادن. اینابادایتی السلام علیکم. دامنکش هم مغزه شیرین میگویند نبیره ها را
جسمین بانو مهربان و لیلا. مرحبا. مرحبا. السلام علیکم عزیز مهمانان، خوش آمده به درگاه آیا جان. شما زادروستون که تبریک میکنم. این سال شده این روزای مو شبینه نشده بچه کنه کلون کنه و بگی تو مردان حتی رحمتی کلون شما با این بختان با هم موکن تا هم مومون پا کرده شوی هم پا باشه هم مومون شما ناز ببینیم آیا جان دیره نکنه که رحمت سلامت باشد. این مدایتی تشکر میگویم. مرحمت نبیره ها نزدیکتر میستیم. جسمینه مرحمت. Assalomu alaykum mehmonon. Onajon mona kalon qadagiyotun va rahmat. Anami xudim, anami akajon. Anami bilim tabrik mekunam sabr. السلام علیکم مهمانان و مزمانان گرامی. لطف فرمایید من شخصا از نام خودم و از نام اهل عائله‌ام آنجان مهربانم را با این روزی زادروزشان تبریک و تهنیت ها گفته و آنجانم عمری دراز و رزق فراز را آرزومندم. در دل چه آرزوی نیت دارم همش جامعه عمل پوشد. صد جان و دل فدایی یک مدعای مادر فتح و گشایی اشارت دستی دعای مادر بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان انگیزه است شاید از Allah'ı مادر. Onalar bor hayotda yashash boshqacha, onaning mehri yu tafti boshqacha. Yashaydi onalar bizlarni o'ylab, tunu kun xudodan baxtimiz so'rab. Tabrik mekunum sad badore anami dadama. رحمت سلامت باشن. زادروز مبارک. روزی تولد رو مبارکباد میگویم. اکنون نوبت و رقصن مینشمی که مهمانان تبریک میکرده باشن. رحمت کلان الهیم 100 ساله شوم بعد از آن پیر شوم پیر شده روزه که نغز بینم فقط در راه دور بودگی و از نام اینوبت از نام سراب جان از نام عمرکل از نام طالب جان از نام جیاناشون همه وقت اینا با تبریک کلان گفته صحت سلامتی میطلبیم. سر بداره آیت جان الهیم کوچتون بخار نخواه سرتون درد نبینه و اعتباراتون رحمت همهاتون به رحمت همه که عزت و حرمت کده اومدگیتون خوش آمده نور دیده شما با مسجد رحمتی کلان رحمت Tabrik mekunum sad badore. ای رحمت خدا خواهد محکم خواهد انامین نبیره عزیز کلان شود و صاحبی لباسی داماتی شود. شما نوقت با تگه چی ملیک با درامده هزار لنکای خانده سروبر خانواده شده گشتن نصیب کنند. همیشه صحت سلامتی شما ترک نسازد. در سر تمام خرش و تبار دعا گوشته کرده. اکنون گریه کردیم اشک شادی برآورده اکو خرسندی میکنیم میرقصیم انمی حوله زیبایتان با باد و هوای کوهستان با رقص بازی دوام میکنیم. بر همه سرودهای شوق برای شما عزیزان یک جای میرقصیم و خرسندی میکنیم. زادروزتان مبارک باشد. مرحبا. بنی بچه بیدار داشتین با خوش آمده دون بیزه که فرقش نیست تاجیک میاز بکن در کجا شما دختر روز بکن بیا کنه آخ شیرین زبان انا بلن مدواده تاجیک چگه برواده در کجا ده باشم نقاد برواده نغز میکر سلامتت که ای بازن آمدت ای بچه خوش آمدت السلام خوش آمدت نغز میکر سلامتت ای دختر رفته کن بیا کنه شیرین زبان انا بلن مدواده تاجیک جگه برواده یا کجا ده باشم نقاد برواده
Taciki medane
گل دختر گپ زنه من تاجیکچه نمیدانم شون منو لیکن کم کم من تاجیکچه نمیدانم گپ منو لیکن کم کم همیشه درد دل آزاره دوان دوان به پیشه ناله کنم نمیشه خندم بودم همیشه چکی چکی باران بین شتر شتر نمیشه ای یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی او یار بیا دانم دوای چشمم تو شده درد و دوای چشمم یادی بینم رهای عشقم تو بودی سرد و گرمای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی او یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی یار بیا ای یار بیا
کنیم مقامخانه زادروز مبارک. من نبیره عزیزم آمده است می تبریک کنیم. همراهی نبیره خش و تبار همه یک جای رسم میگیریم. بعد از آن امروز بزم را با آخر می نسانیم. مرحبا. بیننده های عزیز، من که خوردخک بودم در باغ پدر، انم خیلی انجیر سیاه بود. از چند کسا پرسیدم که گیجابه هم خیلی انجیر سیاه حاضر، همه جا بازارو با انجیر زرد و انجیر هر خیلی بازار میبینیم. خیلی انجیر سیاه چند سال ها بود نخورده بودیم. من امروز گواهی آن گشتیم در این خاندان از باغ خودشان، البته تناول کردیم. حالا این خیلی میوه های کمیاب در دهه ما هست، البته از آن تناول کردنتون ممکن است. واسه همه شاگردای ما از ناز و نعمت درست فقط میوه انجیری نه انجیر سیاه خورده شدیم. با ما باشید. اینک عزیزان، در خانواده مقامخاله مهمان شدیم. امروز با جشن زادروزشان تبریک کردیم. از خاندانشان انجیر سیاه را خوردیم. مهمان شدیم، البته کیفیت زیبا بردیم. نیت کردیم که هر باره که برف میبارد و از آن منظره کوه تماشا کنیم، البته خاندانشان میبیاییم و آن لحظه ها را همراه شما با هم میبینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید، صمیمیت شما را دور نسازد. رحمت شما به سلامت باشید.